توی انتخاب پدر مادراتون دقت کنید. این جمله معروف هلن پیرسون، روزنامه‌نگار نیچره، چند روز پیش با جدیدترین آمارهاش توی همین روزنامه نوشته بود که تولد توی خانواده ثروتمند همچنان یکی از قوی‌ترین پیش‌بینی کننده‌های موفقیته. یعنی اگه توی خانواده ثروتمند به دنیا اومده باشی، شانس موفقیتت تقریبا توی هر حوزه‌ای خیلی بالاتر از اون آدمیه که توی خانواده فقیر یا یه خانواده متوسط به دنیا اومده باشه. هلن پیرسون میگه چند تا ویژگی نسبتاً مهم توی زندگی آدمای ثروتمند وجود داره و همین ویژگی‌ها باعث موفقیت فرزندانشون میشه. اولین مورد تغذیه مناسبه. تغذیه مثل این که خیلی مهمه، مخصوصا توی اون سالهای اولیه رشد کودک. و کودکی که توی خانواده ثروتمند به دنیا میاد و بزرگ میشه، تغذیه متنوع‌تر و با کیفیت تری داره. یعنی به یه میزان قابل توجهی از ریزمغذی‌ها، پروتئین‌ها و ویتامین‌ها دسترسی داره و همین‌ها باعث رشد مغز اون کودک میشه. دوم، محل زندگیه. محل زندگی بهتر معمولا با خودش مدارس بهتر به همراه داره. مدارس بهتر با خودش آموزش با کیفیت تر، قدرت یادگیری بهتر به همراه داره و این خودش تعیین کننده است. میتونه توی انتخاب شغل تعیین کننده باشه، توی موفقیت تعیین کننده باشه. مورد سوم، استرس و تنش توی خانواده است که باز هم توی خانواده‌های ثروتمند این استرس و تنش یکم کمتره، به خاطر اینکه اون پیامدهای ناشی از فقر مثل استرس و اضطراب، مثل خشونت، شاید افسردگی توی خانواده‌های ثروتمند کمتر باشه و کودک میتونه توی محیط آروم، یه محیط باثبات‌تر، رشد روانی بهتری داشته باشه. مورد چهارم و آخرین مورد، توجه والدین، توجه پدر مادر به فرزنده که باز هم توی خانواده‌های ثروتمند این توجه بیشتره و توی خانواده‌های فقیر توجه کمتره، به خاطر اینکه توی خانواده‌های فقیر پدر و مادر برای تامین نیازهای خانواده زمان بیشتری رو سر کارن. معمولا شاید 2 شغله باشن، شاید چند شغله باشن و به خاطر همین اون وقت و انرژی کافی، شاید علم کافی برای توجه به فرزندشون رو نداشته باشن. این 4 تا موردی که گفتم اون ویژگی‌های نسبتاً مهمیه که هلن پیرسون در موردشون توضیح میده. اما در زندگی فقرا شرایط کاملا متفاوته. طبق تحقیقات هلن پیرسون بعضی موقع فقر میتونه حتی قبل از به دنیا اومدن شکل بگیره. یعنی وقتی یه خانواده فقیری تصمیم به بچه دار شدن میگیرن و یک زن در فقر باردار میشه، تمام اون پیامدهای ناشی از فقر مثل استرس و اضطراب یا تنش‌های روانی یا رفتاری، افسردگی، شاید خشونت، همه اینها میتونه از مادر به فرزند منتقل بشه، انتقال پیدا کنه. و طبق شواهد علمی این مادرها معمولاً فرزندایی با مغز کوچکتر و هوش پایینتر به دنیا میارن و بچه‌هایی که مغز کوچکتری دارن حافظه ضعیفتری دارن، قدرت یادگیری کمتری دارن، کتاب‌های کمتری میخونن و معمولاً از نظر تحصیلی عملکرد خیلی ضعیفتری دارن و تمام اینها توی بزرگسالیشون تاثیرگذاره. خیلی تاثیرگذاره. در بزرگسالی توانایی حل مسئله، قدرت برنامه‌ریزی، حتی تمرکز توی این آدم‌ها کمتره و همه اینها در نهایت تبدیل میشه به استرس و اضطراب، تبدیل میشه به تنش‌های روانی، شاید خشونت، شاید افسردگی، بیماری‌های جسمی و این چرخه فقر همچنان ادامه داره. به خاطر همین شما قبل از اینکه مهمترین تصمیمات زندگی تو بگیری، اون محله‌ای که توش زندگی کردی، اون مدرسه‌ای که توش درس خوندی، درآمد پدر مادرت، اطرافیانت، حتی اون تغذیه‌ای که داشتی قبلا این تصمیمو گرفته. توی انتخاب پدر مادراتون دقت کنید.